بله، یک حدیث از در سنن ترمذی، دو برادر بودند، یعنی اکه و دادر در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی آنها به مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده علم می آموخت و کار نمیکرد، یکی دیگر کار میکرد. بعد آنها بین همدیگر جدال کردند، گفتند که من کار میکنم، تو باشی علم میگیری، تو کار نمیکنی. مقصد نتیجه کار را، یعنی مبلغی که به دست میاد یک جای میخورم، لیکن کار از یک طرف علم. بعد اینها به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم این شکایت برای شکایت آمد. گفت که یا رسول الله، این برادری من گفت علم میآموزد در نزد شما لیکن کار نمیکند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که لعلک ترزق به، شاید تو به سبب این رزق داده شده استاده. یعنی هست آدم‌هایی که از پگاهی تا بگاهی کار میکند، یک عمر کم بغل است. هست آدم‌هایی که 2-3 ساعت کار میکند پولدار است، یعنی برکت داده شده است. یعنی که گفتن شاید که به سبب اینکه این برادرت علم آموزد، الله به تجارت تو، به کسب تو برکت داده است. یعنی اگر واقعا علمداری کلان شوم گوید، در این زمانه علی خصوص عمر بی برکه هست، وقت بی برکه هست، عمر کوتاه هست. عمرهای پیشینه ها مبارک به برکه بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که از علامت های قیامت 1 سال مانند 1 ماه، 1 ماه مانند 1 هفته، 1 هفته مانند 1 روز، 1 روز مانند 1 ساعت میشد. گفتن اینو ما درک کرده ایم، حس کرده ایم. دیروز 17 ببینید، امروز 17 سپتامبر است، 17 اکتبر سال گذشته، یعنی 11 ماه پیش همین نوار قسمی یکش گفته بودیم چه خیلی علم آموزیم. بعد وعده دادیم که هفته آینده روزهای نزدیک نوار دوش میبراریم. 1 سال گذشته است از بین. سبحان الله. با دیگر مشغولیت ها و دیگر چیز جواب دادیم، به دیگر کتاب ها آواره شدیم. یعنی در مدت 1 سال گذشته است، یعنی که بسیار وقت تیز رفته است. بنابراین در این وقت اگر کدام کنم و هم علم جمع میکنم گوید، یعنی که دشوار است. شاید باشد بعضی آدم های اراده، صاحب اراده مستحکم، صاحب قوت کلام، هر دوش جمع کند. یا مثلا 1 ساعت برای یه برده نان اگر مهنت کند بس است. طالب علم میقدر 1 ساعت اگر کار کند، مثلا در بعضی کشورها ساعتی کاری $10 است، $5 است در بعضی کشورها. نه $5 و 5 تا نان میتید، میرسد یک شبانه روز به زیادتش کردی. یعنی قناعت باید داشته باشد طالب علم و کم صبر کند. بعد انشالله الله تعالی برکه میدهد. خلاصه پدر و مادرها بله، فرزندهای پیشی راه علم نگیرید، بلکه همیشه به علم ترغیب کنید. علم در کجایی که باشد همراه خودش است. پول و مال امروز هست فردا نیست. علم با مال قیاس کرده نمیشد. علامه ابن قیم 100 فرق علم از مال را بیان کرده. نه فقط فرق، برتری. یعنی علم بالا از مال است، از پول و مال علم بالا هست. 100 فرقش را، 100 فرقی برتری اش را در کتاب مفتاح دار السعاده بیان کرده. بنابراین همیشه فرزندها را و همه را ترغیب، شوقمند کنونید به علم آموزی. این کار مشغولیت با امور دنیا یعنی یک عملی که این همه میتوند کرده. هیچ کار نیابد بعد همون کار میکنه. بنابراین یعنی که علم بسیار فضیلتی بزرگ دارد که ما در چندین صحبت ها آیید علم صحبت کردیم. در ابتدای همین نوارم بیان کردیم که حتی علم در بین حیوانات فرق میکنه. حیوانی که علم دارد گوشتش حلال است، یعنی شکاری که میکند اگرچه گوشت خودش حرام است. حیوانی که علم ندارد شکاری که میکند حرام است. ببینید حتی حیوان علمدار از حیوان بی علم فرق میکنه. چه جای انسان. بنابراین یعنی همیشه فرزندان رو به طلب علم ترغیب کنید، پیش راه علمی آنها رو نگیرید.